بگو زود باش. آقا میگه که همشهرمون میخواد بیاد خارج و میاد و میگه که یه نفر مشاوره میده و میرم پهلوشو میگه که آره من دارم میرم اینجوری زبانم میشه خوب بلد چیکار کنم. میگه که کاری نداره که میری از هواپیما که پیاده شدی میای بیرون تاکسی جلوت هست میگی تاکسی هتل میبرتت هتل میشه همین میگه بله بابا من که زبان بلدم که فکر می‌کردم هیچ بلد نیستم. خب بعد از هتل خود چه کارش کنم که میگه خب هتل بعدش و پشنم اینا هست میگه که خب میای بیرون میگی تاکسی بعد میگی رستوران میبرتت دوباره از رستوران که اومدی میگی تاکسی هتل بعد میارتت بابا من اینم بلدم خیلی بلد بودم زبان من فکر کردم هیچی بلد نیستم. پس هتل رستوران نمیشه جور شد. خب حالا تفریح اینا چیکار کنم که اونجا رفتم حوصله‌ام سر میگه خب سینما که دوست داری بری فیلم اینا دوست داری میگه ها اونم دوست دارم میگه بیرون میگه تاکسی با میسته میگه تاکسی سینما میبرت سینما بعدش هم هتل میره. دادا خب اینم بلدم پس بگو من زبانم کامل برم تا فیلم دام بدم خب اگه در این حد میگه خب حالا از اینجا در اومدیم خب دیگه چیکار کنم حوصله‌ام سر نره اینجا همش سینما میگه پارک هم دوست داری میگه ها پارک هم خب مثلا در اومدی بگو تاکسی میاد با میسه بگو پارک میبرت میگه دستت درد نکنه دیگه من دیگه پس خیلی کاملم فکر همون آیلز و تافل باید بکنم ادامه تحصیل. آقا راه میفته خلاصه اومدن و تاکسی هتل بله تاکسی رستوران هتل تاکسی سینما هتل بعد میره پارک و تو پارک همینجوری قدم زدن و به چه پارکی و قشنگ میاد میرسه به یه جمع میبینه همه دارن ترکی حرف میزنن اینجا میگه به شما همشهری اینجا همه هستیم که اینجا چجوری شد میگه تو تازه میکرد بیدورم همونه فرستاد اونجوری گفتش هتل و رستوران گفت می نگفت بعد از پاش کجا بری